ایلهام جان غیاسов میگویند که درباره استاد سید مراد دولتов کمی هم باشد گپ میزده. درباره استاد سید مراد دولتов چرا من گپ زنم؟ نمیدونم درباره استاد سید مراد دولتов چی گویم. به هر حال گمان میکنم سید مراد دولتov یک تاجر موفق است. بغیر از یک تاجر موفق بودنش یک ناطق است، نطق دارد و خب دیگه اودیتوری های بسیار کلان در بر میگیرد. یعنی کسای زیاد در روسیه، در داغستان، در قرقیزستان، قزاقستان برای شنیدن صحبت سید مراد دولتov میبیاند. یعنی واقعا میشود گفت موفقن. من چی گفته میتونم؟ من فقط احسن گفته میتونم. من گفته میتونم که فخر ما هستن. یعنی با اینکه سید مراد دولتov اودیتوری کلان شنونده ها را دارن، ما باشون میفخریم. چرا نفخریم؟ وقتی یک تاجیک موفق میشد، وقتی یک تاجیک میبینن گوش میکنن. خب سید مراد دولتov کتاب هم دارن تا اونجایی که من اطلاع دارم. متاسفانه وقت نشده از کتابشون نخوانم، ولی دوستای ما خواندن، گفتن کتاب خوب است. کتاب سید مراد دولتov خریداری کنید. به هر حال ببینید ما باید همین گونه باید باشیم. یعنی من میبینم بعضی کسا در فیسبوک و در بعضی جا سنگ میزنن، هر حرفا میزنن، ولی خب من طرفدار آنم که باشه هرچی هست از ما هست، موفق هست، با گمانم موفق هست. من باری با ایشون هم صحبت نشدم، ولی از صحبتاشون در اینترنت، در فیسبوک، در یوتیوب، در دیگه جا میبینم که خب موفقن. چرا ما خوشحال نباشیم؟ بعضیا شاید از لحاظ خصومت شخصی یا اینکه رشک یا حسد حرفای میزنن، ولی من میگم که موفقن و شاید هم اگر باشن مسکو یا جای دیگه حتما با شما یه بار صحبت میخوام داشته باشم، ولی نمیدونم ایشون در مسکو باشن یا نباشن، من خبر ندارم راستیت.